اگه تا حالا یه کامیون رنو دیدی و با خودت گفتی اینم حتما یه مدل خوش تیپ فرانسوی دیگه است، باید بگم نصف واقعیت رو دیدی. پشت این لوگوی قرمز ساده یه دنیای عجیب و پر از داستان خوابیده. از کمک به جنگ جهانی گرفته تا غول جاده‌ای که امروز همه می‌بیننش. تو این ویدیو قراره با هم بریم تو دل صدها سال تاریخ و ببینیم چطور رنو تونست یکی از قدیمی‌ترین و خاص‌ترین برندهای حمل و نقل سنگین جهان بشه. پس اگه حتی یکم به ماشین‌های سنگین علاقه داری یا فقط دوست داری بدونی پشت این برند چی می‌گذره، حتما تا آخر این ویدیو با هم بمون، چون آخرش یه مدل خاصی از رنو بهت معرفی می‌کنم که احتمالاً اسمش هیچ جا نشنیدی. داستان رنو تراکس خیلی قدیمی‌تر از چیزیه که فکرشو می‌کنی. برمیگردیم به سال 1894 وقتی که سه برادر به اسمای لویی، مارسل و فرنارد رنو شرکت رنو رو توی فرانسه تأسیس کردن. اولش رنو فقط ماشینای سواری میساخت، اما با شروع جنگ جهانی اول ورق برگشت. ارتش فرانسه دنبال کامیون‌هایی بود و رنو هم اولین بار تو سال 1914 وارد ساخت خودروهای سنگین شد. اونا مدل معروف رنو ایجی را ساختن که یک کامیون نظامی بود، خیلی هم کارآمد عمل کرد، مخصوصا تو جابجایی تجهیزات سربازا. همین باعث شد اعتماد دولت فرانسه را جلب کنند. تو همون دوران رنو نشون داد که میتونه تو بحران بعد هم بدرخشه. اونجا بود که پایه‌های کامیون سازی رنو ریخته شد. البته هنوزم خیلی مونده تا این برند مستقل بشه. بعد از جنگ جهانی اول رنو کم کم شروع کرد به ساختن کامیون‌های تجاری. مدل‌های مثل رنو پی آر و کیزد بین سال‌های 1920 تا 1935 معرفی شدند. تو جنگ جهانی دوم هم رنو دوباره وارد ساختن تجهیزات نظامی شد، ولی به خاطر اشغال فرانسه توسط آلمان‌ها بخش از کارخانه‌ها به زور در اختیار نازی‌ها قرار گرفت. بعد از جنگ رنو دوباره به حالت قبلی خودش برگشت و تمرکزش روی توسعه کامیون‌های شهری و صنعتی بیشتر شد. توی دهه 60 میلادی رنو با چند برند فرانسوی دیگه مثل برلیت و سیوی هم همکاری کرد. اینا شرکت‌هایی بودند که بعدها با هم ادغام شدند و هسته اصلی رنو تراکس رو ساختند. تو سال 2001 اتفاقی بزرگ افتاد. گروه ولوو که دنبال گسترش برندش تو اروپا بود، بخش از کامیونسازی رنو خرید و از اون به بعد اسم رسمی رنو شد رنو تراکس، زیر مجموعه ولوو گروه. البته برند و طراحی و تکنولوژی خاص خودش رو حفظ کرد. این همکاری باعث شد رنو به تکنولوژی‌های ولوو دسترسی پیدا کنه و کیفیت محصولاتش رو بالا ببره. ولی از اون طرف منتقدان گفتن شخصیت مستقل این برند داره کمرنگ و کمرنگ‌تر میشه. اما رنو تو این سالها با مدل‌های جدیدش مثل کراکس، پریمیوم و مخصوصاً تی سریز دوباره خودی نشون داده. امروزه رنو داره به سرعت میره به سمت کامیون‌های برقی و هوشمند. مدل‌های مثل رنو ای‌اچ تی و دی نشون میده که این برند وارد عصر پاک و بی‌صدا شده. با همکاری ولوو روی هوش مصنوعی و سیستم‌های ایمنی خودکار، ناوگان‌های بدون راننده هم کار خودشون رو انجام میدن. حالا رنو نه تنها برند قدیمی، بلکه بازیگر جدی توی آینده حمل و نقله. حتی داره پروژه‌ای مثل کامیون‌های خودران شهری رو توی فرانسه آزمایش می‌کنه که بدون راننده بتونن بارهای سبک رو توی شهر جابجا کنن. از طرفی تمرکزش گذاشته روی طراحی داخلی راحت‌تر برای راننده‌ها و باعث شده محبوبیتش توی راننده‌های مسافت بلند دوباره بالا بره. اما برسیم به اون سورپرایزی که قرشه بهتون داده بودم. میدونستی اولین بار کامیون رنو تو دهه 50 وارد ایران شد؟ اون موقع شرکت‌های عمرانی و نظامی هم مدل‌های رنو برای پروژه‌های بزرگ استفاده می‌کردن، مخصوصا تو ساخت راه‌ها و سدها. الان هم اگه خوب دقت کنی هنوزم تو بعضی از جاده‌های ایران رنو مگنوم یا کراکس دیده میشن که دارن کار میکنن. این نشونه از عمر بالای ماشینه. اگه از این ویدیو خوشت اومد حتما لایک کن و دکمه سابسکرایب بزن، چون قراره تو ویدیو بعدی بریم سراغ برندهای مثل اسکانیا یا ولوو. بعد تا داستان فولکس واگن هم تو دنیای کامیون با هم دیگه بررسی می‌کنیم. و حتما تو کامنت‌ها بنویس تا حالا سوار کامیون رنو شدی یا نه، و یادت باشه پشت هر لوگوی کوچیکی یا داستان بزرگی خوابیده.